بریم. بعد 6 ماه دوباره شروع کردم و استرس دارم. استرس من رو ببخشید پیش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای راهنمافرد عزیز. سلام، ارادتمندم، خوشحالم در خدمتتونم. همچنین ممنون از اینکه اولا قبول مسئولیت که قبول لطف میگن مسئولیت میگم آخرش نفهمیدم این لفظ تعارفیه. خیلی لطف کردید واقعا اومدید. آرزوام به خدمتتون که امروز در خدمت شما هستیم و توضیح فیلد شغلی مدیریت محصول دیجیتال دیگه، درسته؟ بله من حداقل تجربیات شخصیم حوزه دیجیتال بود. مدیریت محصول دیجیتال. بله. قابل توجه عزیزان که دیجیتال با فیزیکال دنیاشون خیلی فرق میکنه. حالا واردش میشیم، آقای راهنمافرد توضیح میدن. خب آقا اول قبل از اینکه اصلا من سوالاتو شروع بکنم خودتون رو معرفی بکن، یه رزومه خیلی کوچیک به ما بدید ما شما رو بیشتر بشناسیم. به روی چشم. خیلی خوشحالم در خدمتتونم. من امیرحسین راهنمافرد هستم. الان در حال حاضر مدیر محصولم در شرکت مکتب خونه. هولوش 2 سالی میشه که اونجا مشغولم و قبل از اون هم شاید حدوداً 2 سال تجربه خوردن خاک این کار رو جاهای مختلف دیگه داشتم. حالا توی عرایزم بیشتر توضیح میدم خدمتتون داستانم رو و امیدوارم که تو این جلسه بتونم اون قدری که میدونم و تجربه کردم با شما به اشتراک بگذارم. خب از لحاظ تحصیل هم میخواید بگید؟ آره اوکی. اتفاقا آره خوبه که بچه‌ها بدونن اصلا شغل هیچ ربطی به کاری که ما میکنیم نداره. تحصیل به شغل ربط. من تحصیلات خودم در حوزه مهندسی کامپیوتر بوده و حالا ارشد گرایش نرم افزار. استثنا خب برای من خیلی هم غیر مرتبط نیست، ولی حالا برسیم به توضیحات من میگم که کجاها به کارم اومده و کجاها میتونه اصلا فاکتور مهمی نباشه. ولی به هر ترتیب دانشگاه شهید بهشتی مهندسی کامپیوتر خوندم و حالا اونجا هم مسائل مربوط به نرم افزار و یه سری فعالیت‌های تکمیلی دیگه مثل تجربه کاربری و اینها رو هم تو فضای آزمایشگاهی دانشگاهی داشتیم که حالا مفصل‌تر برسیم بهش عرض می‌کنم. خب خیلی هم عالی. آرزوام به خدمتتون که بریم سراغ اصلا توضیح این که مدیریت محصول دیجیتال چیست و چه مهارت‌هایی می‌خواد. سوال اول این هستش که خب نقش و مسئولیت‌های یک مدیر محصول به طور کلی چیان؟ چی کار باید بکنید؟ چه جوریه کلا؟ درست. عرضم منظورتون که به عنوان حالا کسی که چند سالی هست تو این حوزه دارم به صورت عملی فعالیت میکنم، اینطوری میتونم بهتون بگم که نقش جذابی از این جهت که در تقاطع 3 تا فاکتور مختلف قرار میگیره. یعنی کسب و کار، تکنولوژی و نیازهای کاربر رو مدیر محصول به هم پیوند میده و اینکه شما این وسط باشید و نقش کسی رو بازی بکنید که این 3 تا رو با هم همسو میکنه و ارزش خلق میکنه بسیار لذت بخشه. خب یه مدیر محصول مسئولیت‌های مختلفی انجام میده، خیلی مختلف، یعنی متنوع شرح وظایفش. اما به طور مثال خب شما چشم انداز و استراتژی محصول رو تعریف میکنین، اهدافش رو، نقشه راهش رو که چه مراحلی رو باید طی بکنه، در چه گام‌هایی توسعه پیدا بکنه، چه فرصت‌هایی پیش روی شما در بازار هست که در موردشون میتونید بیشتر تحقیق بکنید، نیازهای مشتریان رو تجزیه و تحلیل بکنید و یک سو هم در واقع برای ایجاد محصول یا توسعه‌اش یا حالا بهبودش برنامه‌ریزی بکنید. این مثلا یکی از اون مسئولیت‌های پررنگی که مدیر محصول داره. یه اصطلاح دیگه‌ای که داریم میگن که مدیر محصول تو هر شرکتی قهرمان مشتریه. یعنی اینکه صدای مشتری داخل اون شرکته. مدیرای محصول بازخوردار رو جمع آوری میکنن با پرسشنامه‌ها، با مصاحبه‌های کاربری، نقاط درد کاربر رو شناسایی میکنن و در نهایت اطمینان حاصل میکنن که کاری که داریم تو شرکت انجام میدیم واقعاً مشکلات درستی رو از کاربران داره حل میکنه. اصلا میگن underlying problems، یعنی اون مشکلات زمینه‌ای و اون چیزایی که ریشه‌ای هستن رو واقعاً داره حل میکنه. و خب مثل هر تیم دیگری و هر همتیمی دیگری
مدیر محصول هم به شدت باید همکاری نزدیک داشته باشه با واحدهای مختلف، حالا از جمله واحد فنی، مهندسی، دیزاین، فروش، بازاریابی، که این چشم اندازه که تعریفش کرده و میخواد بهش دست پیدا بکنه رو بتونه به واقعیت تبدیل بکنه. حالا این شامل هم تقسیم وظایف میشه، هم اینکه فیچرها رو اولویت بندی بکنه و همه رو با هم همسو نگه داره. خیلی وقتا هم از داده ها کمک میگیره. یکی دیگه از اون وظایفی که داره اینه که در واقع دیسیژن میکره، باید تصمیم گیری بکنه در مورد دوراهی هایی که در راه محصول وجود داره و اینجا خیلی از داده ها کمک میگیره. یعنی حالا پیشرفت محصول رو از طریق دیتا ترک میکنه، موفقیتش رو میسنجه و سعی میکنه تصمیم گیری های آگاهانه ای داشته باشه. یه مدیر محصول خیلی باید مایندفول باشه، خیلی باید در جهت رشد محصول از این تحلیل ها و داده ها کمک بگیره. اگه بخوام حالا کلیاتی عرض بکنم راجبش، اینا فکر کنم نقاط عطفیه که باید بهش اشاره بکنیم. کلا حالا من اینو بگم، یه شوخی هست بین شرکت حالا نرم افزاری، یه سوالی هم حالا برام پیش اومده بعد این میپرسم. میگن که دو تا شغل رو همیشه میزنن، یکی مدیر پروژه است، یکی مدیر محصوله، که میگن اینا بیکارن تو شرکت، مثلا هیچ کار میگه آقا میخوای بیکار باشی برو مدیر محصول شو، برو مدیر پروژه شو. مثلا فقط مدیر پروژه کارش اینه پیگیری میکنه، آقا کار کردی. مدیر محصول هم همینه، معلومه هیچ کس نمیدونه چیکار میکنه. آیا الان واقعا تو این اپیزود میفهمم که مدیر محصول اینطوری نیست. یعنی یکی از مهمترین بخش‌های هر کسب و کار که مبتنی بر نرم افزار و محصول دیجیتال واقعا مدیر محصوله و امیدوارم که جواب بیفته دیگه این شوخی‌ها، چون غیرت هم دارم، چون خودم میخوام بیام مدیر محصول بشم. حالا برای همین دارم دفاع میکنم. واقعیتش میدونی سروشان، یه جمله معروف هست از فکر کنم اشتباه نگم چرزا پاوه که میگه بزرگترین توهین به یک انسان انکار رنج اوست. و این الان در واقع این جمله که شما گفتی یه جورایی برای من توهین محسوب میشه، چون اون شرایطی که مدیر محصول توی شرکت داره اصلا شبیه بیکاری نیست. و حالا دوستان اگر بیان تجربه کنن حتما نظرشون برمیگرده. مدیر محصول حالا میرسیم جلوتر، ولی واقعا من اون موقعی که ما داشتم اطلاعات راجعش کسب می‌کردم خودم نمی‌دونستم چیه. بعد اومدم تو خورده کورس گذروندم، دیدم یا اول فصل سنگینه، مثلا شما هم باید دیزاین بلد باشی، هم کاربرشناسی و رفتار با کاربر و اینها رو مثلا هم روش تحقیق میخواد، هم باید برنامه‌نویسی تا حد زیادی بلد باشی و حالا چیزای دیگه. الان من اینو بپرسم قبل اینکه بریم سر سوالای دیگه، یه توضیح اصلا بدیم محصول دیجیتال چیه، چون احساس میکنم ممکنه بقیه گیج بشن سره. محصول دیجیتال کلاً چیست؟ ببینید، ما زمانی که میام از تکنولوژی در واقع نرم افزاری کمک میگیریم برای اینکه در بستر دیجیتال یه ارزشی رو خلق کنیم برای کاربر، موضوع ما موضوع محصول دیجیتال. خیلی وقتا تو خیلی از صنایع خب شما کالاهایی رو تولید میکنید که جنبه فیزیکال دارن، یعنی به صورت یک شیء یا یه وسیله، یه کارکردی در واقع به صورت یک کالا ارائه میشن. خب اون بحثش جداست. ولی وقتی از محصول دیجیتال صحبت میکنیم، یعنی محصولی که ما بر بستر یک نرم افزار، یک پلتفرم، یک در واقع حالا میتونه وبسایت، اپلیکیشن یا هر چیزی که شاخصه تکنولوژی و در واقع اینفورمیشن تکنولوژی یعنی آیتی توش پررنگه، اونجا داریم در مورد یک محصول دیجیتال صحبت میکنیم. میگم حالا میتونه یه وبسایت باشه، اپلیکیشن باشه یا هر چیزی که حتی ممکنه جنبه بصری هم نداشته باشه. شما یک محصولی تولید بکنید که تو بک‌گراند در واقع یه سری منطق‌ها رو در دسترس مثلا سازمان‌ها قرار میده که بتونن از این سرویس‌ها استفاده کنن. ممکنه حتی در این لایه باشه، یا مثلا یه زیرساخت شبکه‌ای باشه که در اختیارشون قرار بدید. اینا همه محصولات دیجیتال هستن. ولی خب اون چیزی که تو روزمره ما باهاش خیلی سر و کار داریم، اپلیکیشن‌های سوشال مدیا، نمیدونم سرویس‌های مختلفی که تو ایران هم هستن و استفاده می‌کنیم برای اینکه چه می‌دونم سرویس‌های حمل و نقل، سرویس‌های سفارش دهی کالا و غذا و خدماتی که هست، اینا در واقع نمونه‌های خیلی مبرهنی از محصولات دیجیتال هست. حالا من میخوام، چون مخاطبین یک کسایی هستن که معمولا نشنیدن راجع به اینجور چیزها، میخوام یه مثال ملموس داشته باشیم. خودم الان مثلا مثال بزنم، مثالهای بهتر رو شما بزنید. فرضاً تلگرام که ما این همه قربونش هم میریم،
این تغییراتی که توی یو آی و یو ایکسش اعمال میکنه و میگیم پس اصلا ذهنمون رو خوند، میدونست ما همچین چیزی میخوایم، اومده اضافه کرده، اینا تا جایی که من میدونم میره زیر مجموعه کارهای یک مدیر محصول که شناساییش بکنه و بیاد کارش رو در واقع تقسیم بکنه، ملموس بکنه در واقع تسکاش رو و اون تغییرات اعمال بشه توی دیزاین. مثال های اولی که درست گفتم آره یا نه، و دو اینکه اگر مسائلی هستش که مدیر محصول روش تمرکز میکنه. دفعه بعدی کسی رو من دیدم میگه مدیر محصول بیکارم میذارم تو دنش. حالا یه مثال یکی دو تا مثال دیگه هم میخواید بزنید که قشنگ جواب بیفته واسم. به فرض مثال شما زمانی که میخواین داخل شهر حرکت بکنین و مسیریابی بکنین، احتمالاً از یه مسیریاب استفاده میکنین، از یه اپلیکیشن مسیریاب استفاده میکنین. اون زمانی که ما از این نقشه‌های چیز بود، از این اطلس‌های کتابچه‌هایی که برق می‌زدی نقشه داشت، اون موقع می‌خواستی مسیریابی بکنی خیلی کار دشوار بود. یعنی فاز ایندیانا جونز باید برمی داشتی که یه جایی رو بتونی پیدا بکنی و بری به مقصدت برسی. ولی الان با در واقع ارائه همچین خدماتی، با پیاده سازی سری الگوریتم‌های مسیریابی، شما به راحتی میتونی بهینه‌ترین مسیر رو پیدا بکنی، ترافیک رو لحاظ بکنی، بهترین زمان برای اینکه راه بیفتی، برای اینکه در یک زمان خاصی به یک نقطه‌ای برسی رو تخمین بزنی. خب این که یک مسیریاب چطور کار بکنه، چه ویژگی‌هایی داشته باشه که من راننده بتونم بهتر باش ارتباط بگیرم، حواس من موقع رانندگی پرت نکنه، نوع رنگبندی و در واقع نمایش نقشه رو جوری قرار بده که من یه وقت یه پیچی رو رد نکنم، یا با صوتی که پلی میکنه تجربه کاربری برای من بسازه که بدون اینکه به اپلیکیشن نگاه بکنم بتونم رانندگیمو با تمرکز ادامه بدم. اینا چیزایی که در یک محصول دیجیتال مدیر محصول بهش فکر میکنه. و حالا این یه مثال بود. مثال‌های دیگه هم تو روزمره ما هست اگه بخوایم بیشتر بهش بپردازیم. نظر من کافیه. حالا میگم خوبه واقعا، چون واضحه دیگه، اضافه کردن فیچر، کم کردن فیچر، مثلا آپدیت هایی که توی دیزاین میاد، آپدیت هایی که توی عملکرد میاد، و در واقع همون حرف شما قهرمان مشتری داخل شرکت که مشتری چه مشکلی داره، من میام اینو اعلام میکنم به عنوان مدیر محصول و آقا بیا اینجوری باید روش کار بکنیم که این مشکل حل شه. مدیر محصول باید عاشق مسئله باشه دیگه. یعنی مدیر محصول اون کسی که عمیق میشه روی این که الان مسئله چیه، پرابلم چیه، زود نمیره سراغ راه حل، یکم عمیق میشه، یکم دیتا جمع میکنه، با مشتری صحبت میکنه، میدونی، و میگرده بهترین راه حل رو پیدا میکنه. گاهی وقتا هم لازمه تست کنی، ایده های مختلفی روی میزه، بعد تست کنی ببینی کدومش بهینه تره، کدومش بیشتر ارزش خلق میکنه، چه برای کاربر چه برای کسب و کار. چون ما باید یه چیزی بسازیم، یه محصول دیجیتال که از رسالت‌هاش اینه که از طریقی که برای کسب و کار سودمنده به نیاز مخاطب پاسخ بده. بنابراین همیشه خیلی وقت ما میتونیم به نیاز مخاطب پاسخ بدیم ولی برای بیزنس سودمند نیست. باید بگردیم دنبال اون جایی که اون جوری اینو ارائه بدیم که کاربرمون حاضر باشه بابتش پول بده، و این هم خیلی موضوعیت داره. خب حالا سوال بعدی که پیش میاد این هستش که شما به عنوان یک مدیر محصول کلا روزتون چه شکلیه؟ وقتی وارد شرکت که میشید یا لپتاپ رو باز میکنید، شروع میکنید به کار کردن، با کیا باید سر کله بزنید؟ چه جایگاه سازمانی دارید؟ بالا دستتون کیه، پایین دستتون کیه؟ و کلا این روند روزمره‌تون چجوریه؟ سوالی که پرسیدی، من میتونم این ادعا رو بکنم که نه تنها هیچ روز کاری یک مدیر محصول با یک روز دیگه کاری خودش برابر نیست، بلکه با روز کاری هیچ مدیر محصول دیگه هم برابر نیست. یعنی نمیشه یه فرمول کلی پیچیدو گفت که مثلا این یه روتینه دیگه، میای سر کار این کارو انجام میدی میری. اصلا اینطوری نیست. یعنی بستگی داره که موضوع روز بیزینس شما چیه الان، بر اساس اینکه اولویت امروزتون چیه شما برنامه‌ریزی میکنین. اما خب برای اینکه یه سنسی مخاطب ما بتونه بگیره، خیلی اوقات حالا اینکه شما در واقع با کی در ارتباط هستین، اولا خب حتما به یک نفر ریپورت میدین. حالا تو خیلی از سازمان‌های بزرگتر ممکنه مثلا شما به عنوان یک مدیر محصول زیر مجموعه یک گروپ پروداکت منیجر یا مثلا هد پروداکت شرکت یا وی پی پروداکت شرکت، حالا با عناوین مختلف، یا حتی سی پی او در ارتباط باشید
که اینها در واقع افراد ارشدی هستند که در حوزه محصول نظارت میکنن به کار شما و شما بهشون گزارش میدید. در شرکت‌های کوچکتر خیلی جاها و یا شرکت‌هایی که استارتاپی هستن، مدیر محصول با مدیر عامل شرکت مستقیما در ارتباطه و مستقیما به مدیر عامل گزارش میده. از طرفی خب شما در واقع تیم محصول رو دارید که با اونها باید در ارتباط باشین. یه اشتباهی که خیلی ها میکنن اینه که فکر میکنن مدیر محصول مدیر عملیاتی و عملکردی تیم محصوله، یعنی افراد تیم محصول زیر نظر مدیر محصول کار میکنن. نه، اینطور نیست. مدیر محصول مدیر محصوله، نه مدیر تیم محصول. در واقع شما باید اقتضاعات و شرایط محصولتون رو مدیریت کنید. شما عضوی از تیم محصول هستید، نه بالا سر تیم محصول. و این دقیقاً اونجاییه که مسئله میگن influence without authority، یعنی در واقع شما بدون اینکه هیچ اختیاری داشته باشید مسئول این هستید که روی آدم‌ها اثرگذار باشید و تأثیر بذارید برای اون چیزی که صلاح محصولتون هست بتونید قدم بردارید. و این خیلی مهارت میخواد، مهارت‌های نرم بسیار میخواد. یعنی شما باید بتونید خوب مذاکره کنید، خوب تعامل کنید، خوب اولویت بندی کنید، ذهن تحلیلگری داشته باشید و همه اینها. وقتی روزم من شروع میکنم معمولا صبح یه در واقع جلسه‌ای دارم با تیم فنی، دیلی میتینگ هایی که حالا ما چون داریم روی متد اسکرام پیش میریم، با اعضای فنی باید بتونید صحبت کنید، باید بتونید مدیریت پروژه چابک رو انجام بدید در تعامل با تیم فنی، چون دارید محصول دیجیتال تولید میکنید. بعد از اون ممکنه لازم باشه با تیم‌های دیگه سازمان در واقع ارتباط داشته باشین، یه خرابی تو سیستم رو تحلیل بکنید، ببینید اشکال کار کجاست، یا خیلی وقتا لازمه که یه فضای تمرکزی برای خودتون ایجاد کنید که بشینید اون لیست نیازمندی‌های محصولتون که اصطلاحاً بهش میگیم بکلاگ رو سازماندهی کنید، یا بشینید دوباره بازنگری کنید ببینید نقشه راهی که برای محصولتون ترسیم کرده بودید آیا نیاز به بازبینی داره یا نداره، هنوز معتبره یا نه. شما هر روز بینش‌های جدیدی دارید کسب می‌کنید نسبت به مشتریتون، نسبت به محصولتون و ذی‌نفعان محصولتون، یا اصلا ممکنه که انقدر براتون گنگ باشه که لازم باشه بشینید یه پرسشنامه جدید طراحی کنید برای جمع‌آوری داده‌های کاربرانتون، یا برید توی جلسه مصاحبه کاربری، یا مثلا بشینید با طراح محصولتون دیزاین‌های محصول رو چی میگن بازنگری کنید و کامنتایی که روش هست رو با هم چک بکنید، یا اصلا داشبوردهای محصول چک کنید ببینید اصلا محصول شما الان از سلامت کامل برخورداره یا نه، همه چیزش داره درست کار میکنه، نرخ تبدیل‌های محصولتون خراب نشده. و اینا هر کدومش دنیاست. یعنی از زمانی که شما میخواین یه فیچر جدید توسعه بدین، بعد برین نمیدونم رقبا رو تحلیل کنین، بنچمارک هایی که تو دنیا وجود دارن، تستای کاربری که میگیرین و کلی چیز میتونم بگم. برای همین اینا وقتی در کنار هم قرار میگیره نمیتونه یک روز واحد رو تشکیل بده. میتونم بگم مثلا تعامل توش خیلی پررنگه و شما خیلی باید در جلسات مختلفی حضور پیدا بکنید، با افراد مختلف تعامل داشته باشید، حالا چه با تیم خودتون، چه با همکاران دیگه، چه با واحدهای موازی که کار میکنن و یا چه با مشتریان. ولی انقدر این قطعات پازل میتونن گوناگون کنار هم قرار بگیرن که شما مجبورید بر اساس اینکه اولویت امروزتون چیه به مثلا چند تا آیتم اصلی تو دو لیست خودتون بپردازین، چون احتمالاً با مثلا 30 تا آیتم میرین سر کار با 100 تا برمیگردین در حالی که 2 تاشو تیک زدین. یه همچین شرایط حاکم. به به ترام داره میریزه. دارم فکر میکنم که واقعا میخوام واردش بشم، وارد مدیریت محصول بشم. ترسوندم. نه الان اونجوری هم نیست. حالا شما بیا، ما قول میدیم که سبک بشه. نه کلا اصلا کار مدیریت محصول چون میگم از اون مواردیه که خیلی بین فیلدهای مختلف میچرخه. حرف شما واقعا صادقه که 30 تا کار میرید 2 تاشو تیک میزنید 70 تا بهش اضافه شده، مثلا یا 98 تا تسک دیگه مونده. بعد همیشه ددلاین‌های شرکت هست، اون کمبود منابعی که شرکت داره هست، ممکنه یکی از تیم مریض بشه، کلا اصلا سیستم اسکرام به هم میخوره، آقا حالا بیا جمعش کن چیکار کن. یعنی گرفتاری های عجیب غریبی داره، چون به نوعی مدیریت پروژه حساب میشه دیگه. مدیریت محصول شما یک فیچر یک پروژه میشه میاد توی سیستم اجایل و حالا فریم ورک اسکرام که دیگه بره کار بشه و خیلی واقعا استرس زیادی داره کارش.
حالا من سوال توی صحبتاتون نشیدم، پروداکت اونر هم من شنیدم، این دقیقاً رابطهش با پروداکت منیجر که من مدیر محصولی که ما باشه چیه دقیقاً؟ خیلی سوال در واقع رایجی هم هست که مطرح میشه. ببینید پروداکت منیجر فرقش با پروداکت اونر اینه که اولا اینو بگم تو بعضی از سازمان ها این دو تا رول رو یه نفر داره، اوکی، ولی بازم دو تا روله. اگه بخوایم تفاوت این دو تا رول رو با هم مقایسه بکنیم، پروداکت منیجر کسیه که میاد یکم استراتژیک تر به موضوعات نگاه میکنه. مثلا میشینه به این فکر میکنه که خب ما اصلا به طور کلی و کلان به چه سمت و سوی محصول رو ببریم، میره نیاز کاربر رو تشخیص میده، نیاز بازار رو تشخیص میده، یه رودمپی میچینه، میگه طبق این مسیر ما بیایم و محصولمون رو توسعه بدیم. دیگه اینکه حالا بشکنیمش به کارهای ریستر، بیاریمش و در قالب مثلا یه سری ایتریشن مثل اسپرینت های خودمون اونها رو تقسیم وظایف کنیم و بشکنیمش به کارهایی که بشه در این تایم فریم های مثلا 2 هفته یا یه ماه انجامش داد، اینا در واقع کارهاییه که یه نفر با رول پروداکت اونری انجام میده. مثلا یه اصطلاحی که هست میگن پروداکت اونر مالک محصول نیست، مالک بکلاگه، یعنی در واقع مسئولیت اینو داره که بکلاگ محصول رو مرتب سازی بکنه و اون رو ببره در پروسه دلیوری و تو این پروسه کارها رو بده و تحویل بگیره و موانع رو برداره تا اینکه خروجی کار در واقع اون فیچری که مثلا قرار دیولپ بشه اتفاق بیفته و به دست کاربر برسه. که اینجا حالا مثلا یه نقش سومی هم بعضی وقتا ایجاد میشه، صحبت میشه ازش به اسم اسکرام مستر، که خب اوکی اگر پروداکت اونر حضور داره اسکرام مستر چی کار میکنه؟ ما میایم میگیم که تو لایه‌های در واقع برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت محصول داره کار خود، مدیر محصول داره کارش رو انجام میده، تو لایه مدیریت پروژه پروداکت اونر داره کارش رو انجام میده، در لایه تاسک منیجمنت پیگیری کارها از افراد، برداشتن موانع روزمره، یعنی کار دیلی که ما برای انجام پروژه و اجرایات انجام میدیم، اون قسمت رو اسکرام مستر تسهیل میکنه. که اسکرام مستر حالا تو فریم ورک اسکرام است البته یکی از رول های اساسی هست که مسئولیت این رو داره که مطمئن بشه اسکرام به درستی داره پیاده سازی میشه، یعنی ایونت هایی که داره به درستی انجام میشه، تعاملات به درستی شکل میگیره، استانداردهای اسکرام داره به خوبی پیاده سازی میشه. حالا بخوام صحبتام جمع بندی کنم، مدیر محصول یه مقداری به کاربر نزدیکتره و تفکر استراتژیک تری داره، از اون سمت به بیزنس هم نزدیکتره و به همین جهت میتونه اینها رو به هم متصل بکنه و سمت و سوی حرکت محصول رو مشخص بکنه. خب یه جا تو صحبتاتون از اهمیت مهارت‌های نرم گفتید. کلاً چه مهارت‌های فنی و غیر فنی نیازه برای یک مدیر محصول توی محصولات دیجیتال؟ حالا از مهارت ارتباطی میتونم شروع بکنم. کلا که یعنی مهارتایی که به نظرم میرسه، مثلا خب یکیش همین ارتباطات، یکی دیگهش همدلیه، نمیدونم رهبری، مذاکره است، تفکر انتقادی، اینا همه حیاتی است. ولی چند تا از شاخص تریناش رو بخوام بگم، یکی همین بحث کامیونیکیشنه که شما لازمه بتونید علیرغم توجه شخصی و ایجاد حس همدلی در ذی‌نفعان محصول، اونها رو اقناع بکنید که خب چه تصمیمی در نهایت به نفع محصول شماست. و خب گفتم شما مدیر اشخاص نیستین، شما باید از راه تاثیرگذاری باشون تعامل بکنید. همچنین تیم شما هم همینطوره، یعنی باید یه ارتباط عمیقی بین شما و اعضای تیمتون در تیم محصول وجود داشته باشه که بتونید با همراهی و مشارکت قوی کارتون رو پیش ببرید و از اون طرف هم ارتباطی که با رهبری سازمان دارید انقدری باید قوی باشه که شما رو قبول داشته باشن، بتونن کار محصول رو بهتون بسپارن. برای همینه که میگن مثلا مدیر محصول در 90 روز ابتدایی کارش خیلی خیلی حیاتیه که بتونه مسئله اعتماد رو حل کنه، یا اصطلاحاً میگن تراست ایشو، این رو حل بکنه. چون شما باید به عنوان کسی شناخته بشید توی سازمان که میشه بهش تکیه کرد و بعد از اون دیگه حالا اگر این اعتماد رو به دست آوردین، کارتون بعداً روونتر خواهد بود. پس خیلی مهمه که بتونید اعتماد رو جلب بکنید و مهارت لیدرشپ هم خیلی مهمه. شما باید چشم انداز محصولتون رو به خوبی توی سازمان پرزنت بکنین و برای تیمتون
بسیار شفاف بیان بکنید که انگیزه داشته باشن طبق اون رودمپی که برای محصول در نظر گرفتید جلو برن. باید کنار تیمتون باشین، نباید احساس کنن روبروی اونها هستین و احساس تعلق خاطر اونها رو باید به تیم و محصولتون تقویت کنین و اینکه بهشون منتقل کنید که ما داریم چی کار میکنیم، ما داریم چه ارزشی رو خلق میکنیم. این تصویره باید خیلی شفاف باشه. اینا نمونه هایی از چیزایی که تو مهارت ارتباطی میشه بهش اشاره کرد. اما خب مهارت دیگه هم برای مدیر محصول حتما نیازه. مثلا یکی دیگه از مهارت کلیدی مهارت حل مسئله است، چون شما به عنوان یک مدیر محصول شغل پرچالشی دارین، یعنی شغل سرراست نیست. واقعا ذهن شما باید برای تحمل چندین چالش همزمان و تصمیم گیری همزمان ترین بشه و جا نزنه و خسته نشه. یعنی شما باید روش‌های مختلفی برای حل این مسائل داشته باشین، این جعبه ابزار فکری خودتون رو کامل کنین، یه جا با دیتا، یه جا با اولویت بندی درست‌تر، یه جا با تعامل، یه جا با تست کاربری، به انواع مختلفی بتونین پرابلم سالوینگ انجام بدین. و تفکر انتقادی هم اینجا خیلی به کارتون میاد. اصلا آیا این مسئله که باش مواجه شدیم معتبره؟ تحت چه شرایطی معتبره؟ میتونیم اون رو به اجزایش بشکنیم، مشخص ترش بکنیم؟ انواع تفکری که میتونید داشته باشید نسبت به مسئله، تفکر همگرا، واگرا، نمیدونم خلاقانه، تفکر انتزاعی، تفکر عینی، اینا هر کدوم یه جوری به مسئله حمله میکنن و کمکتون میکنن که اونو حل کنید. یا مثلا مهارت دیگه مهارت‌های تحلیلی شماست. حالا تحلیل قطعاً در حل مسئله هم اثرگذاره، ولی اینکه بتونید داده ها رو درک بکنید. ببینید داده ها همون قدری که مفید هستن خطرناک هم هستن، چون ممکنه تحلیل‌های اشتباه ما روی یه داده درست باعث بشه که با اطمینان و اعتماد کامل به این که داریم مبتنی به دیتا میریم جلو تصمیمات اشتباه بگیریم. بنابراین داده زمانی ارزشمنده که شما بتونید تحلیل درستی هم ازش داشته باشین دیگه، و این واقعا همونقدر که در ظاهر امر به نظر میرسه راحت نیست. خیلی وقتا ما برای جمع آوری داده های سالم و کاربردی مشکل داریم، یعنی زیرساخت‌های داده‌ای ما انقدر تمیز نیستن و جنبه‌های مختلف محصول و انواع و اقسام رفتارهایی که کاربرا میتونن انجام بدن و فلوهای مختلفی که طی بکنن ممکنه انقدر پیچیده باشه که شما رو گمراه کنه. در نهایت شما باید مطمئن بشین که این داده‌هایی که دارین میخواین باشون تصمیم بگیرین هم واقعی‌ان، هم سالمن، هم تصمیمات شما از روش‌های مختلف اعتبار سنجی شده که مطمئن بشین اشتباه نمی‌کنین. این مهارت‌های تحلیلی هستن که باعث میشن شما چه حالا داده‌های کمی چه داده‌های کیفی رو به هم ربط بدین و مدام ضریب اطمینان خودتون از این تصمیمی که مبتنی بر اون تحلیل هست بالاتر ببرین و مطمئن بشین که دارین راه درستی رو میرین. حالا بازم هست مهارت تجربه کاربری و فنی اینا هم هست که فکر کنم باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. بریم که مهارت سخت، که یک مدیر محصول چه مهارت سختی نیاز داره که داشته باشه؟ اسکیل ست های خاص نیاز داره دیگه قاعدتاً. ببین یکیش که همون بحث تجربه کاربریه که گفتیم، یعنی کلا درک نکات و اصول تجربه کاربری خیلی ضروریه. مثلا تجربه کاربری دیجیتال، ببینید این که وقتی یه کاربر داره توی مثلا اپلیکیشن شما قدم برمی‌داره میره جلو، چه حسی نسبت به اون مسیر داره، تو چه حالت‌های احتمالاً براش ساده فهم‌تره، چه فلوهایی و اگر براش بچینید براش ساده تره میتونه باشون کار کنه. نحوه چیدن المان‌های مختلف محصول، حالا خصوصا مثلا تو نسخه موبایل چطوری میتونه باشه که بهتر باشه، یا چه جور ادبیاتی رو در نوشتارمون ما میتونیم استفاده بکنیم که به پرسونای مخاطبمون بخوره و بهش کمک کنه که وقتی داره با محصول ما کار میکنه گیج نشه. چه اطلاعاتی رو تحت چه شرایطی به کاربر نشون بدیم. یه جایی ممکنه یه سری چیزا لازم نباشه به کاربر نشون بدیم، الکی ذهنش رو گمراه بکنیم. یه جایی برعکس ممکنه بیایم یه سری اطلاعات بیشتر رو در مقابل در واقع مخاطب نشون بذاریم که بتونه بهتر تصمیم بگیره. اینا در واقع چیزاییه که شما حالا میتونید فرضیه سازی بکنید و بعدم مثلا با یه سری ابزارهای تحلیلی مثل هاتجر و کلاریتی و اینا اعتبار سنجی بکنید و به مرور بهبودشون بدید. اما یه جنبه دیگه‌ای که از یعنی یه دسته دیگه از مهارت‌های سختی که یه مدیر محصول باید داشته باشه اینه که یعنی مهارت‌های فنیه. یه جورایی مهارت‌های فنی اجباری نیستن، اما خب درک جنبه‌های فنی توسعه محصول دیجیتال قطعاً برای مدیر محصول مزیت محسوب میشه. یعنی
شما باید بدونید محصول دیجیتال داره چجوری کار میکنه، یه دانش عمومی داشته باشین از که پایگاه داده چیه، مدل‌های ذخیره‌سازی داده ها در دیتابیس چیه. مثلا بدونید خب یه پایگاه داده بخواد نرمال باشه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، داده تکراری توش نباشه، نمیدونم ارتباطات معنایی بین داده‌های مختلف رو بتونید درک کنید که مثلا 1 به 1 1 به چنده، چند به چنده. میدونید منطقش رو باید متوجه شده باشید. و اگر که بتونید روی این داده ها کوئری بزنید، مثلا حالا به طور خاص دارم در مورد دیتابیس های ریلیشنال صحبت میکنم، یعنی پایگاه داده های رابطه ای، که اگر بتونید با زبان مثلا SQL اگر کسی خواست بره دنبالش بگرده و پیدا کنه، اگر این زبان رو مثلا یاد بگیرید بتونید داده ها رو از پایگاه داده، اون داده ها که میخواید رو بیرون بکشید، سورتشون کنید، گروه بندیشون بکنید که بتونید تحلیلایی که میخواین رو بر مبنای اون داده ها انجام بدید. مثلا یکی از مهارت‌های سختیه که خیلی میتونه کمکتون بکنه که عمیق بشین توی داده ها. یا اینکه حالا ممکنه مدل دیتابیس شما نو اس باشه که خب لازمه که در موردش بیشتر تحقیق کنید و اون مدلی برید. یا مثلا در رابطه با اینکه قراردادهای وب مثل HTTP و IP و اینا چطوری کار میکنن، یا اصلا اینترنت داره چجوری کار میکنه، سرور چیه، نمیدونم کلاینت چیه، بک اند چیه، فرانت اند چیه. این کلید واژه‌ها رو میگم که حالا اگه مخاطبم خواست بتونه بیشتر در موردش سرچ کنه و بخونه. اینا چطوری با هم صحبت میکنن؟ خب یعنی من یه مثلا سایتی رو باز میکنم، یه اپی رو باز میکنم، چه اتفاقی میفته؟ ساختار درخواست دادن گوشی من به اون سرویسی که دارم ازش استفاده میکنم و جواب گرفتنش چجوریه، ریکوست ریسپانس بینشون چجوریه. یکم در مورد مثلا مفاهیم شبکه و اینا بدونین، متوجه بشین که محصولتون داره طبق چه مکانیزمی اون صفحهش ساخته میشه، مثلا رندر میشه. اینجا مثلا خوبه یه بینشی نسبت به زبان HTML و CSS و جاوا اسکریپت داشته باشین. اینا چیزاییه که خب مثلا اگر کسی برنامه‌نویس باشه یا بک‌گراند مهندسی داشته باشه مثل خود ما، خب خیلی براش مزیت دیگه، یعنی میفته جلو وقتی میخواد وارد فیلد مدیریت محصول بشه. اما اینم نیستش که بخوایم بگیم اگر کسی اینها رو بلد نیست در واقع باید بره خیلی اکسپرت بشه توی حوزه‌های برنامه‌نویسی که بتونه مدیر محصول باشه. نه، یه دانش کلی، یک آشنایی اگر با این مفاهیم داشته باشه میتونه کار خودش رو پیش ببره. و محل اثرش هم به نظر من دو جاست. یکی اون جاییه که شما اولا زمینه مسائل رو بهتر درک می‌کنین، مثلا یه مشکلی که پیش میاد خیلی راحت‌تر میتونید حدس بزنید که ریشه مسئله کجاست. یا میخواین یه فیچر جدید رو در واقع پیشنهاد بدید به تیم فنی، جلو یه سری مقدمات رو میدونید که اشتباه پیشنهاد ندید یا امکان سنجی فنیش رو تا حدودی مطمئن باشید. و جای دیگه‌ش هم در تعاملاتتون با تیم فنی، یعنی شما باید یک زبان مشترک با بچهای فنی داشته باشین، باید حرف همو بفهمید. میدونید هیمون مثلا میاد میگه که نه آقا این چیزی که دارم بهت میگم مثلا این صفحه SSR بعد تا اصلا نمیدونی SSR یعنی چی، مثلا سرور ساید رندرینگ چیه. خب ببین بعد بفهمید دیگه، یعنی بدون که نه مثلا بعد اونجا بهش بگی که اصلا این صفحه از لحاظ SEO برام مهم نیست، میتونه SSR نباشه، میتونه CSR باشه، مثلا قاعده عوض میشه. میدونی چی میگم؟ اون میفهمه که اوکی پس تو نیاز دیگه ای داری و اونجا مثلا تعامل تازه شکل میگیره، در صورتی که اگر این نباشه واقعا کارتون سخت میشه. حالا جنبه‌های فنی به کنار، من فکر می‌کنم یه ذره بعد مهارت‌های مدیریتی هم داشته باشین، یعنی چیزای از جنس پلنینگ. شما بتونید مثلا برنامه‌ریزی خوبی انجام بدین، میدونید تیم رو باید بتونید سرخط کنین، زمان بندی و اولویت بندی این فیچرها رو باید بتونید واقع بینانه برآورد کنین، تخمین بزنین. اگه میخواین قولی بدید خارج از تیم محصول که چه فیچری چه زمانی دلیور میشه، باید بتونید یه نگاه واقع بینانه‌ای به مسائل داشته باشین. معمولا میگن چیز کنید دیگه، آندر پرامیس کنید اوور دلیور کنید، یعنی اون چیزی که واقعا اتفاق میفته رو کمتر قول بدین ولی بیشتر در واقع تحویل بدین که در واقع خب اون اعتمادی که ازش صحبت میکردیم خدشه‌دار نشه. شما همیشه باید بشه رو حرفتون حساب باز کرد. اگه کمپینی دارین و نیازمندی محصولی دارین، باید اون تیم مارکتینگ بتونه رو حرف شما اون پلنینگ خودش رو انجام بده برای اینکه کمپینش رو اجرا کنه. شما اگه اشتباه بکنین یه تیم در واقع پند میشه، شاید خیلی از در واقع تخمین ها و پیش بینی ها جابجا بشه. خلاصه اینکه متدهای مدیریت چابک و اجایل و اینجور چیزا رو هم حتما باید در موردش بخونید، در مورد فریمورک اسکرام، در مورد کانبان، ترکیبشون که اصطلاحاً بهش میگن اسکرام بان، یا کلا متدهای دیگه مثل XP و غیره میتونید بیشتر بخونید و مطالعه داشته باشید.
و حالا من اینجا سعی کردم خیلی تیتروار و کلی به موضوعات اشاره کنم، شاید یکم جنبه تئوری داشته باشه، اما اگه خواستن دوستان بیشتر در موردش بدونن، یه 3-4 تا مقاله نوشته بودم قبلا در مورد اینکه اشتباههای رایج مثلا مدیران محصول چیاست و بعد چیا رو در واقع حواسشون بهش باشه که روی لینکدین منتشر کردم، میتونن دیگه مراجعه کنن و مفصل‌تر بخونن. حالا من لینک لینکدینتون رو هم قطعا خواهم گرفت که برای ارتباط و حالا در دسترس بودنتون میذارم تو کپشن. سوال خیلی مهم این که آیا پیشینه تحصیلی مهمه برای ورود به این فیلد کاری یا خیر؟ ببینید، مهم که نمیتونم بگم مهم نیست، قطعا موثره، ولی الزام نیست. یعنی مثلا راستش باید بگم که هیچ مسیر آموزشی واحدی وجود نداره که الا للا مثلا تو باید نرم افزار خونده باشی. نه، خیلی از پی ام ها هستن که پیشینه مهندسی دارن، خیلی دیگهشون اصلا نه، از فیلدهای مربوط به بازاریابی و یا مثلا کسب و کار و اینا میان. حتی مثلا من میتونم مثلا کسایی رو سراغ دارم که از فیلدهای خیلی غیر مرتبطه مثل حسابداری شیفت کردن اومدن به مدیریت محصول. یعنی چیزی نیستش که نشدنی باشه، ولی خب قطعا اگه مثلا بک‌گراند مهندسی داشته باشین، خب با ادبیات موضوع نزدیک‌ترید دیگه، یعنی یکم کارتون راحت تره، ولی الزام نیست. چیزی که مهمه اینه که باید همین مهارت‌های کلیدی که با هم صحبت کردیم رو کسب کنید که بتونید وارد این حوزه بشید. یه سری مهارت‌های فنی وجود داره، یه سری مهارت‌های نرم وجود داره، اینا اساس کار ما هست. خب آرزوام به خدمتتون که حالا با توجه به وضعیتی که اکوسیستم استارتاپی ایران داره و کسب و کارهای خیلی از کسب و کارهای سنتی هم دارن کوچ میکنن روی بستر دیجیتال توی حالا کل دنیا، بگیم آینده مدیریت محصول رو بین 5 الی 10 سال آینده چطوری میبینید؟ آیا مهارت جدیدی قراره بهتون اضافه بشه، یعنی نیاز چیز جدیدی یاد بگیرین یا با همین فرمون قرار پیش بره و مثلا کلاً چطوری قراره بشه به نظرتون؟ والا دنیا که همیشه برای ما سورپرایز عجیبی داشته، ولی خب اونجوری که ذهن من میتونه پیش بینی بکنه، من 2 تا اهرم اساسی رو میبینم که داره راجبی صحبت میشه و احتمالاً در آینده تغییر و تحول جدی ایجاد میکنه. یکیش کلاً فرایندها و نگرش‌های رشد مبتنی بر محصولن، یا اصطلاحاً میگن product led growth، که یعنی شرکت‌ها به شکل فزاینده‌ای از محصولات خودشون برای رشد استفاده می‌کنن دیگه. روش‌های رشد متعدده، میتونی مارکت کنی، میتونی برندینگ کنی، میتونی کارهای مختلف بکنی، اما رشد مبتنی بر محصول جدی‌تر میشه، چون دیگه روش‌های تبلیغات و اینها یه مقداری تاثیرگذاری خودشون رو از دست دادن. و این دقیقاً مثالی که شما زدین از تلگرام یکی از بارزترین مثالاییه که میشه زد که استراتژی‌های PLG داره کار میکنه، چون خیلی مورد توجه قرار گرفته. یعنی توی مصاحبه‌ای که آقای پال دورف در واقع در مورد تلگرام میگه هیچ گونه تبلیغاتی ما برای رشد تلگرام انجام ندادیم و همه اون کاری که بوده اینه که یک محصول عالی ساختیم و از این استراتژی‌های حالا ریفرال و یا مثلا همین نمونه آخر همستر کمبت و ایردراپ ها و اینا که راه افتاده بوده، ترند شده بوده، یکی از اون چیزایی بوده که حقیقتا تلگرام خیلی از کاربران خودش رو ریاکتیویت کرد. یعنی دوباره آدم‌هایی که از تلگرام کوچ کرده بودن یا دیگه تلگرام در کانون توجهشون نبود، برگشتن به فضای تلگرام، اکانتاشون رو اکتیو کردن. خب و نوتیفاش میومد. آره ما قشنگ متوجه شدیم. و این جریانیه، یعنی من اسم میکنم که در دنیا داره پررنگ و پررنگتر میشه و در مورد این استراتژی ها اگر بدونید میتونید بروز باشید. و اهرم دومی هم که حتما حد میزنید هوش مصنوعیه که دیگه به نظر من در حد ترند نیست و نبوده، یعنی جریانی بود که از قبل وجود داشته و الان یه جای دیگه منفجر شده و الان دیگه همه انقدر سر و صداش دنیا رو پر کرده که ازش باخبرن. خب باستابش در مدیریت محصول هم به نظرم اینه که دیگه شما به عنوان مدیر محصول تمرکزتون فقط رو کار خودتونه، یعنی دیگه ابزار هوش مصنوعی هست کار طراحی و پیاده سازی و اینا رو انجام میده براتون، شما رو اون خلق ارزش میتونید تمرکز کنید. اینو از
دوست عزیزم محمد جعفری شنیدم که در مورد این موضوع داره تحقیق میکنه و دوره میسازه و اینا، گفت تو جنبندی گفتگوهایی که داشتم با آدمایی که تو دنیا دارن رو این حوزه کار میکنن و در حوزه هوش مصنوعی نزدیکتر هستن به فضای هوش مصنوعی، به این نتیجه رسیده که ما به زودی شاهد مثلا یونیکورنای یه نفره خواهیم بود. یعنی یونیکورن میخوام حالا بگم مثلا شاید بعضیا ندونن، استارتاپ هایی که به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار میرسن. خب یعنی شما مثلا یک نفر با یه ایده خاص میتونه دیگه به اندازه یه تیم بزرگ پرفورمنس ایجاد بکنه، چون هوش مصنوعی رو در کنار خودش داره و هر کاری ابزاری داره که میتونه اون کار رو براش انجام بده. البته خب حالا این در حد پیش بینیه، ولی خب خیلی از ذهن دور نیست، یعنی میتونه خیلی جذاب باشه و ما به نظرم باید حداقل اگر میخوایم از این جریان عقب نیفتیم، نمیگم باید بریم متخصص AI بشیم، فکر نمی کنم لازم باشه. یعنی این که بریم حالا مثلا ابعاد مهندسی، این که اصلا هوش مصنوعی چطور به وجود بیاریم رو بریم مثلا دیپ بشیم و پیاده سازی بکنیم و اینا، نه، ولی باید نزدیک نگه داریم خودمون رو به این فضا و کانکت باشیم به این فضا که از آخرین تغییرات با خبر باشیم، ببینیم که چی رو به روی ماست، از چه قطعاتی میتونیم در واقع برداریم سرهم کنیم، یه محصول جدید بسازیم، یه ارزش جدید بسازیم. به نظرم این دوتا موج در واقع بزرگ داره میره بالا و فرود خواهد اومد توی 5 تا 10 سال آینده، خیلی دنیا رو عوض میکنه. حالا در مورد PLG تلگرامو گفتیم، من یه دونه مثال چیزم تو ذهنمه، فیزیکال، تسلا هم تا الان 1 قرون هم طبق گفته خود ایلان مسک اصلا خرج مارکتینگش نکرده و تمام چیزی که هم که ادعاش رو داره اینه که آقا من محصول خوبی درست کردم، تمام تمرکزمون رو گذاشتیم روی محصول، ایتریشن های درست و همینجوری رفت جلو. یعنی میخوام بگم واقعا PLG که میگید واقعا جدیه. یعنی من اسمشو نمیدونستم، من میدونستم خب مثلا یه چیزی هست شرکت ها بر مبنای محصول دارن میان جلو، حالا اسمش هم گفتی و آره واقعا باید جدی گرفت هم اون و هم هوش مصنوعی رو. هوش مصنوعی که اصلا یه وضعیتی شده، حالا فعلا بر ما که ماشاءالله فیلتره، حالا تا ببینیم بعدا باز میشه یا نه، ولی خب توی جهان یه فرمت جدیدی داره میگیره. حالا دقیقا این که یه سری تفاوت ها هست قاعدتا بین دسترسی های ما به یک سری تکنولوژی ها با بقیه دنیا، عادت داریم بهش. آیا توی مهارت هایی که نیازه برای اینکه من بخوام وارد این شغل بشم توی ایران فرقی میکنه با مهارتایی که نیازه که بخوام وارد این شغل بشم توی خارج از ایران، و یا اینکه یک مدیر مسئولی که تو ایران داره کار میکنه یاد گرفته به صورت خودآموز که تقریبا هممون هم تقریبا میشه گفت خودآموزیم، این هستش که آیا میتونه مثلا اونور کار داشته باشه یا نه کلا یه دنیای دیگه، اونور دنیا یه دنیای دیگه؟ والا خب خیلی به نظر من متفاوته، ولی این نیستش که اشتراک نداشته باشن. طبیعتا مبانی و مفاهیمش مشترک هستن، چون آخه از اون ور اومده دانشه، میدونی اینجا سورس علمه نبوده از ابتدا. ما یه جوری ترجمه اون چیزی که اون ور تولید شده تو سیلیکون ولی آوردیم اینجا، داریم بازگو میکنیم و در واقع امتحان میکنیم و یاد میگیریم. معمولا هم یه شیفت زمانی هم داره، یه چیزی که اون ور اتفاق میفته چند سال بعدش میاد تازه تو ایران مثلا بیشتر باب میشه و اینا. ولی به نظرم برای اینکه جلوتر بمونیم و عقب نیفتیم از این منحنی تغییرات آینده، مدیرای محصول چند تا کار رو باید مثلا بذارن حتما تو دستور کارشون و یه مهارت کلیدی رو پرورش بدن تو خودشون. یکیش همین تکنولوژی های نوظهوره، یکیش که همین ابزارهای هوش مصنوعی و اینکه بفهمیم مثلا ماشین لرنینگ چیه، مثلا چی کار میکنه، چجوری کار میکنه، یا مثلا بلاک چین چیه، چجوری کار میکنه، رمز ارزها داستانشون چیه، چجوری کار میکنه، یا مثلا واقعیت مجازی و افزوده. خب خیلی وقته که صحبتش هست ولی خیلی اصلا بهش توجه نکردن. خب اینا میدونی یه جاهایی به هم میرسن، یعنی یه وقتایی هستش که مثلا AR تا الان نتونسته خیلی مثلا شاید در دنیا مثلا به یک
پروداکشن انبوه برسه، چون ما قدرت هوش مصنوعی رو نداشتیم، میدونی. و الان اینا وقتی در هم ضرب میشن یهو میبینی که یه اتفاقات عجیب و غریبی میتونه اتفاق بیفته. صدای من دارین؟ یه لحظه قطع شد. خب پس ببین، در حالی که به نظرم نیاز است تو همه اینا متخصص باشیم، ولی اگه آشنا باشون باشیم و تأثیرات بالقوه‌شون رو بدونیم، این ارزشمنده و کمکمون میکنه. دومیش اینه که در راستای همون PLG که صحبت کردیم، ما باید تفکر استراتژیک رو تمرین کنیم. راستش حس میکنم خصوصا در ایران ما خیلی ضعیفیم، یعنی هر کاری که میخوایم بکنیم میریم از رو دست یکی دیگه انجام میدیم. خب یعنی اصلا خودمون رو توی این موقعیت قرار نمیدیم که بذار من برای خودم یک استراتژی طراحی کنم، خب که بتونم مثلا سهم بازار بگیرم. میریم میبینیم که خب تو خارج از کشور چه اتفاقی افتاده، اوکی ما هم بنچمارک میکنیم، عین همون رو انجام میدیم، اما خلاقیت و استراتژی رو خیلی تمرین نمی‌کنیم. ما اگه بدونیم که خب تو دنیا موتورهای رشد چیا هستن، در ایران چیا هستن، وقت میتونیم تفکیک کنیم که اگه داریم تو ایران کار میکنیم، مارکتمون ایرانه، چه استراتژی داشته باشیم. اگه مارکتمون جهانه، چه استراتژی داشته باشیم. هم مخاطبمون متفاوته، هم چنلامون متفاوتن، میدونی، و نوع محصولی که طراحی میکنیم هم متفاوت میشه. و در نهایت هم یکی از اون چیزایی که به نظرم مهمه اینه که حالا یه جایی از یه سالی به بعد این شعار content is king رو نمیدونم کلا مثلا محتوا خیلی مهمه و اینا باب شد. خب درسته محتوا مهمه، ولی به مهمتر از اون داستان شماست. یعنی چی میگن، مهارت شما در این که بتونید یه استوری تلینگی از اون کاری که دارین انجام میدین و معنایی که دنبال میکنید داشته باشید و توانایی این که بتونید با اون داستان ارتباط ایجاد کنین. یعنی ایده های مثلا پیچیده محصول رو خیلی به صورت واضح و متقاعد کننده و حالا چه شفاهی چه نوشتاری بتونین برای اینوستور، برای سهامدارا، برای مشتریان بازگو بکنین. اینا یه چند تا در واقع مهارت‌های کلیدی که به نظرم ما توشون ضعف داریم و اگه بخوایم بریم خارج از ایران مثلا کار بکنیم، یه ذره نیاز داریم که هم با تکنولوژی نوظهور بیشتر عجین باشیم، هم یکم روی تفکر استراتژیکمون کار کنیم و هم بلد باشیم اون داستان خودمون رو خوب پرزنت کنیم، یعنی بتونیم ارتباط بگیریم با دنیای اون طرف. و فکر می‌کنم حالا من راستیتش امیدوارم یه روزی برسه که بتونم به عنوان تجربه باهاتون در این مورد صحبت کنم، ولی الان در قالب یک همفکری میگم اینو. یه چیزی که برای اینکه شما بخواید مثلا یه شغلی پیدا کنین، در یعنی مثلا به عنوان مدیر محصول با خارج از کشور کار کنین یا مثلا مهاجرت کنید اونجا و کار پیدا بکنین، به نظرم یکیش اینه که شما باید سعی کنید متصل بمونید با فضای مدیریت محصول، چون خیلی تغییر توش ایجاد میشه. یعنی همین الان مدیریت محصول دیجیتالی که امروز ازش صحبت میکنیم با تعریف آدم‌ها تو ذهنشون 10 سال قبل خیلی متفاوته. و یادگیری مادام العمر رو شما باید ازش استقبال کنید، از روندهای جدید همیشه به روز باشین. پس بنابراین خودتون رو در معرض نمیدونم دوره‌های آنلاین، رویدادهایی که برگزار میشه چه داخلی چه بین‌المللی و کامیونیتی هایی که وجود داره که شما میتونید جوین بشین، حالت مثلا پرسش و پاسخ یا منتورینگ میتونین در واقع توش داشته باشین با آدم هایی که تو این حوزه دارن در واقع کار میکنن یا تجربه دارن. یکی اینه که متصل بمونید با فضای مدیریت محصول. یکی دیگهش اینه که مایندست رشد رو تو خودتون پرورش بدین. ما یکی از مسائلی که داریم اینه که تو ایران خب محدودیم. خب و این محدود بودن انگار از درونی میشه، یعنی یه جورایی انگار ما دیگه مثلا ذهنمون پرواز نداره. خب برای ایده ها، برای چالش ها و به کار گرفتن روش های جدید ذهنمون بسته میشه. ما باید سعی کنیم که ذهنمون رو باز کنیم، آزمایش های جدید رو بپذیریم، روی کردهای خودمون رو بر اساس داده ها و بازخوردهایی که کاربرا میدن تطبیق بدیم. اینا چیزاییه که من نمیتونم قطعا الان اینجا بیام بگم که قدم 1 قدم 2 قدم 3، ولی میتونم اینو بگم که اپروچ چی باشه که بتونید در واقع وارد یک محیط بین‌المللی بشید. یکی دیگه هم نظرم اینه که خب شما قطعا باید نتورک بسازید، یعنی خب ارتباط گرفتنه و اینکه حالا یکی رو پیدا کنی اون طرفی فرصتی باشه بتونی مثلا باهاش فیت بشی، خب کار ساده ای نیست.
به نظرم با سایر مدیران محصول یا کسایی که توی این صنعت دارن کار میکنن یا لیدرن ارتباط دارن، باید بتونید لینک بشید و این شبکه سازیه نه تنها دانش شما رو توسعه میده، بلکه یه سری درها رو هم براتون باز میکنه که به دیگه مرزها محدود نشید، بتونید جهانی فکر بکنید و جهانی هم ارتباط بگیرید. خب بریم سراغ سوال قشنگ مصاحبه. آقا بازار شغل این فیلد کاری در ایران چطوریه؟ مثلا میخوام بدونم که آیا فرضاً خب ما تو رشته‌های دانشگاهی بعد مثال بزنم چون بچه‌ها حالا ندارن یه سری دیتا رو، مثلا جزو رشته‌هایی که خیلی پرطرفدار و همیشه خدا کار داره حساب داری، ولی اصلا از اون طرف مثلا میگم ولی از اون طرف یه چیزی مثل مهندسی و نگهداری از هواپیما خب خیلی بازار محدودی داره. میخوام بدونم مدیریت محصول چجوریه وضعیتش؟ واقعیتش که الان که خیلی بازارش داغه، یعنی نمیدونم دیگه یه جوری دیگه به حد اشباع رسیده حس میکنم اینقدر که داغ شده. یه تقاضای خیلی بالایی وجود داره چون تو خیلی از شرکت‌ها هم تا الان فرهنگ محصول نبوده، یعنی بیشتر تو همون فاز مدیریت پروژه و آبشاری نگاه کردن به همه چیز و اصلا مشتری که ما کار خودمون میکنیم و اینا بوده. الان تازه یه ذره خیلی از شرکت‌ها به این نتیجه رسیدن که نه آقا، مثلا مدیر محصول هم یه رول خیلی حیاتی میتونه بازی بکنه، کلی از ریسک‌ها میتونه جلوگیری کنه، خیلی زود پای مشتری رو بکشه وسط و همه این صحبت‌ها. پس تقاضای خیلی بالایی داره از اون طرف، ولی خب آدمای زیادی هم وارد این حوزه شدن. یعنی اگه بخواید جزو اون دسته از مدیران محصول ماهر و عالی باشین، خب اوکی بازار براتون خیلی داغه، ولی یه ذره نیاز داره که به اون لول برسین، چون الان تعداد کسایی که جویای کار هستن تو این حوزه تعداد زیادی شده و خب رقابت سنگین میشه دیگه. یعنی برای لول‌های پایین‌تر قطعاً آدم‌های بیشتری اپلای میکنن و چی میگن سنگین‌تر میشه رقابت. تو صنایع مختلف هم به نظرم این شده ها، یعنی نه فقط مثلا استارتاپ های فناوری، مثلا چه میدونم محصولات مراقبت های مثلا بهداشتی شما بگید تا مثلا امور مالی، فینتک و کالاهای مصرفی، FMCG ها، کلا یعنی شرکت ها دارن ارزش این که محصول یا راهبری میخواد رو درک میکنن و تشخیص میدن که این ارزشش آره برقراره. بنابراین این تقاضاها هم داره روز به روز بیشتر میشه. حالا به نظرم بازار کار پرتقاضایی. من میگم خدا رو شکر همش شده آقای علی پریشانی میفتم. ایشون یکی از حالا مثلا توی فیلد استراتژی داده محور داره الان کار میکنه. لینکدینشون خیلی باحاله، یعنی کلا اینطوریه که فقط کم مونده جیغ بکشه بنده خدا از این بحثی که از اسم استراتژی سوء استفاده میکنن و اصلا هیچ کدوم از شرکت استراتژی ندارن و قشنگ دارم جای ایشون الان من بازی میکنم اینجا و امیدوارم که واقعا شرکت ها برن سمت استراتژی. حالا قبل اینکه من برم سوال مربوط به بازار شغلی رو بپرسم که این راه رسیدن به مدیریت محصول چجوریه؟ چون یه سری خب لول سازمانی باید داشته باشه دیگه، یه نفر همینجوری که آدم نمیتونه مدیر محصول شه. چه مسیر و چه پوزیشن های شغلی رو باید طی بکنه که در نهایت پروموت بشه به مدیریت محصول؟ البته خب در مورد این موضوع اینم گفتیم که لزوما از فیلدهای مشخصی آدما نمیان، ولی اونایی که میان حالا چه مسیری رو طی باید بکنن، یه قسمتیش تئوری ماجراست. یعنی اینه که مثلا چه میدونم چی بخونیم، چه دوره‌ای شرکت کنیم و یه سری مثلا مفاهیم رو بدونیم و اینا. یه بخش مهمترش اینه که من به نظرم مدیریت محصول یه جوریه که شما واقعا باید مواجهه عملی باش داشته باشین، یعنی کار در نمیاد. یعنی هر چقدر هم که کتاب بخونی، دوره بگذارین، خوبه ها، ذهن رو منظم میکنه، دانش رو زیاد میکنه، اوکی، حتما هم در جای خودش باید انجام بدیم، ولی مادامی که به کار نبندیم توی کار، لرنینگ اتفاق نمیفته. این چی میگم؟ بنابراین اون کسی که میخواد تو این حوزه فعالیت بکنه، من پیشنهاد اکیدم اینه که اول سریعتر بگرده یه جا کارآموز باشه.
یعنی بره اصلا خودشو بندازه وسط اون قسمت پرعمق استخر که چالش ها بیان به سمتش و بر اساس چالش ها که میان به سمتش دنبال راه حل باشه و یکی یکی یاد بگیره. چون وقتی این کارو نمی‌کنی، هر چقدر هم که میخونی اون حفره ذهنیه تو ذهنت نیست، یعنی سوال نداری، فقط داری جواب میخونی. خب ولی وقتی که میری تو کار، تازه هزار تا سوال برات ایجاد میشه و تشنه اون جواب میشی و وقتی یادش میگیری دیگه از ذهنت نمیپره. معمولا اینطوریه. حالا آدمایی که میخوان بیان لول اپ بشن تو این حوزه، اول مثلا یه کارآموزی رو شروع میکنن چند ماه، بعد دستیار یک مدیر محصول دیگه وای میسن که اصطلاحاً بهش میگن مثلا اسوسییت پروداکت منیجر یا مدیر محصول یار یا همچین اصطلاحاتی. بعد خیلی هم مثلا تو اون بازه که مثلا تو APM داری انگار مثلا خیلی خفنی، اون PM فکر میکنه مثلا حالا مثلا خیلی آدم خفنی، در صورتی که نه واقعا نیست. بعد مثلا بعد از این مدتی خودت میشی مثلا مدیر محصول و ددیکیت با یه تیم کار میکنی و بعد دیگه مثلا میتونی مید لول میشی، اول جونیوری بعد مید لول میشی بعد سینیور میشی. بعد از مثلا حدود 2-3 سال دیگه افراد میتونن بسته به استعدادهاشون و شرایطی که داشتن به سینیوریتی برسن و بعد دیگه از اینجا به بعدش من بالا میسوزه. ولی چیزی که شنیدم اینه که شما دیگه میری توی پوزیشن این که خب حالا سازمان یه سری مدیر محصول داره و تو باید اون رو لید بکنی و دیگه میری تو فضای لیدرشپ که اینجا حالا مثلا یه سری میرن تو فضای این که مثلا CPO بشن و مثلا مدیر عملکردی باشن و اینها، یه دم نه مثلا هد پروداکت میشن و تو لایه استراتژی و کم مثلا فوکوس تر تو فضای مسئله ادامه میدن. این مسیریه که دیگه شما مثلا پله پله بخواین رشد بکنید تو فضای مدیریت محصول. یه اصطلاحی هم هست حتما شنیدین، میگن مدیر محصول CEO محصوله. خیلی هم دیگه مثلا خیلی بخوای بری بالا از CPO دیگه ممکنه بعداً اصلا بیزنس تو رو بندازی مدیر عامل هم بشی. آره. خب سوال خیلی بر رک بپرسم و سریع، اینکه حقوق و مزایای این شغل چقدره، چجوریه؟ خب ببین قطعا به سطح ارشدیتی که الان صحبت کردیم خیلی بستگی داره دیگه، یعنی به سابقه کار و شرایط اون کسب و کار و نوع کار اینا مرتبط. اما اگه بخوام مثلا معتبرترین و بروزترین منبعی که بتونیم بهش استناد بکنیم که به طور آماری مثلا در ایران شرایط به چه شکله، میتونم ارجاع بدم به گزارشی که فروردین ماه امسال سال 1403 منتشر شد از جاب ویژن که به طور خلاصه بخوایم مرورش بکنیم برای مثلا افراد جونیور، یعنی اون کسایی که فاز کارآموزی رو مثلا رد کردن و فاز دستیار مدیر محصول رو رد کردن دیگه الان مدیر محصول جونیور محسوب میشن، رنج حقوقی خب یکم وایده، یعنی مثلا کلا از 10 میلیون تومانه تا 35 میلیون تومان، ولی میانش رو بخوای بگیری حدود 21 میلیون تومانه که حالا جالبه بدونید که مثلا رشد حقوق مدیر محصول امسال خیلی هم نسبت به شغلای دیگه بالا نبوده. مثلا امسال حقوقا میانگین 30% افزایش پیدا کرده، ولی خب برنامه‌نویسا خیلی بیشتر مثلا پروموت شده. و بخش متغیر حقوق هم وجود داره همیشه توی این لول ها، یعنی مثلا شما بر اساس پرفورمنسی که داری یا مثلا بر اساس اینکه چه مزایایی رو میتونن در اختیار قرار بدن، خب اون بخش متغیر حقوق هم برای افرادی که جونیورن حدود 9% حقوق دریافتیشونه. بعد خب اوضاع وقتی که میری تو مثلا لول های بالاتر یه ذره بهتر میشه. حالا اینکه مثلا این آدما چقدر از شغلشون راضی‌ان و اینا میتونید برید تو گزارش حالا مفصل‌تر نوشته بخونید. تو رده مید لول که مید لول یعنی مثلا شما دیگه مثلا دیگه کارآموزی اینا رو که گذروندین، مثلا 1-2 سالم مدیر محصول بودین، 1.5 سال مثلا مدیر محصول هم بودین و الان مثلا تو کار خودتون دیگه کاملا سوارید و توی این لول رنج حقوقی بین حدود 18 میلیون تومان تا 52 میلیون تومان برآورد شده که باز میانش رو بگیریم مثلا حدود 32 میلیونه و رشدش هم باز هم قداست، یعنی بازم مثلا تو مید لول هم باز مثلا حدودش همون 30% و ولی بخش حقوقی که متغیره و
میشه باهاش مثلا بیشتر بازی کرد، یکم بیشتر از 10%، اونم نه خیلی 11%. ولی خب این دسته از آدم ها راضی ترن نسبت به شغلشون و باز که میریم سمت سنیور دیگه رنج حقوقی میره حدود مثلا دیگه کفش میشه 24 میلیون تا 82 میلیون که میانه حقوقش حدودا میشه 46 میلیون تومان و رشد حقوقش هم بیشتر از 30%، یکم بیشتر از 31% و بخش متغیر حقوق باز یکم بیشتره که دیگه از مثلا از 11% میرسه به 14%. اینا عددا خیلی به هم نزدیکه ولی اون رنج حقوقی خیلی متغیرتره بر اساس سطح ارشدیت. دیگه وقتی شما این لول رد میکنین دیگه مثلا بازی متفاوت میشه، یعنی شما دیگه وقتی قراره به عنوان مثلا سی پی او با شرکت کار کنین یا مثلا به عنوان وی پی پروداکت شرکت وایسین، اون دیگه خیلی بستگی داره به مثلا برند شخصی شما که کجاها کار کردین، اصلا با چه مدلی خودتون رو پرزنت میکنین به سازمان و اون سازمان چقدر مسئله مهمی داره که میخواد شما براش حل کنین. دیگه اونجا در واقع بحث متفاوته و خب حتما هم تعداد افرادی که تو اون پوزیشن دارن کار میکنن کمتره. خیلی دیگه نمیشه مثلا خیلی چیز مشخصی گفت ولی قطعا میشه اینو گفت که از مثلا رنج 82 میلیون بالاتر طبعا دیگه میانش که خب عددهای بالاتری رو احتمالا میشه متصور شد. خب و اما برسیم سراغ بخشی که من خیلی دوست داشتم و پرسم از همون اول، کلا چیزی که دوستان از همه پرسم همینه، چی شد خودتون وارد این حرفه شده؟ مثلا مسیر خودتون چطوری بود؟ من خب دوران کودکی و نوجوانی من خیلی به برنامه‌نویسی علاقه داشتم و شخصا مثلا سلف استادی میشستم میخوندم و کار میکردم و اینا. خیلی چیزا یاد گرفته بودم، یعنی مثلا تو فضای همین وب دیولپمنت چون علاقه داشتم HTML و CSS و جاوا اسکریپت و jQuery و PHP و اینا همه رفته بودم خونده بودم و اینا. بعد تا اینکه این خب خیلی مثلا در اون حد بودش که من نشستم برای خودم سوشال مدیا طراحی کردم، دیزاین کردم، مثلا خیلی عشق می‌کردم با این کار، تا اینکه رسیدم به سال کنکور و بسیار عالی ترمز منو کشید و دیگه تمرکز رفت رو درس و مشق و تست زدن و اینا، اصلا کلا ول شد فضای برنامه‌نویسیه. من قشنگ یه سال مثلا خورده‌ای کلا سرم تو کتاب بود. بعد که وارد دانشگاه شدم اونجا خب دوباره یکم برگشتم به فضا به واسطه رشته‌ای که انتخاب کرده بودم، ولی خب بیشتر جنبه آکادمیک داشت، یعنی تئوری بود، جنبه صنعت هم کمی داشت ولی خب کمتر. یه روزی به خودم گفتم که ای بابا دیگه نمیشه، آخه میدونی تغییرات دنیای برنامه‌نویسی هم انقدر زیاده. من اون موقع که میرفتم میخوندم دیدم مثلا فریم ورک های فرانت اند دیولپمنت اومده، فریم ورک های بک اند دیولپمنت، من هیچی نمیدونم از اینا. بعد گفتم اینجوری نمیشه، باید یه جوری خودم رو آپدیت کنم، به روز کنم، برگردم به اون روزای اوجم. یه ریسکی کردم، به خودم گفتم که ببین نمیشه که مثلا بخوای پشت گوش بندازی، برای اینکه آپدیت بشی لازم یه پروژه. بعد اون موقع مثلا سال 98 اینا بود، تصمیم گرفتم یه وبسایت فروشگاهی ای کامرس رو از ابتدا و با هزینه خیلی کم، مثلا صرفا برای اینکه یاد بگیرم با انگیزه یادگیری، برای گالری لوازم خونگی پیاده سازی بکنم. خب نه طراح محصولی وجود داشت، نه معمار و مهندس نرم افزار وجود داشت، نه تستری وجود داشت، نه کسی بود کار دیوآپس کنه، هیچی همه رو خودم باید انجام میدم. بعد حدود مثلا 1.5 سال طول کشید و من بارها گریه کردم تو 1 سال. مراحل مثلا فرض از دیسکاوری محصول تا بعد طراحی یو آی یو ایکس، بعد طراحی دیتا مدل دیتابیس، مثلا مراحل پیاده سازی فنی، تکنولوژی بک اند، فرانت اند، انتخاب کن، پیاده سازی کن، ستاپ کن، بیار بالا، صفحه به صفحه اینا رو بزن، بعد حتی مثلا خودت دیپلویش کن رو سرور. مثلا من اصلا دیپلوی نمیدونستم یعنی چی اون موقع، اصلا اینجوری بودم که ترمینال چی میگه، داکر و مثلا چیزای عجیب غریب. بعد یادم اولین باری هم که این سایت آوردم بالا، لوازم خانگی یه پیج اینستاگرامی قوی داشت که مثلا فروشش از اونجا بیشتر اتفاق میفته، تا قبلش می‌خواستن سویچ کنن فروش آنلاین سایت رو راه بندازن.
یه تبلیغ رفتن و 10 دقیقه بعد کلا سایت اومد پایین، دیتابیس خوابید و من دیگه تقریبا اونجا داشتم زجه میزدم و زنگ زدم به مدیر عامل اونجا، گفتم آقا من دیگه نمیتونم، تو رو خدا کنسل کنیم این پروژه رو، من گیو اپ کردم. و مثلا اینجا دیگه شده بود سال 1400، یعنی مثلا تقریبا 2 سال گذشته بود. خلاصه ولی این که گذشت، من اوکی هم آپدیت شدم، هم چیزی که نکشتت قوی ترت میکنه. من فهمیدم که اوکی من با اون قسمت های پیاده سازیش ارتباط برقرار نمیکنم، ولی عاشق تعریف کردن محصولم که من باید چی رو خلق کنم. و جالبه تو همون بازه زمانی من اکانت پشتیبانی اون مجموعه رو گرفته بودم، گفتم بذارید من خودم جواب بدم، من میخوام ببینم نیاز کاربر چیه، چی میخواد، مثلا تو سایت دنبال چی میگرده. مثلا میفهمیدم آقا تو کپشن پست اینستاگرام میان چی میگن، شناسه محصول رو مینویسن، بعد میگن که بیاین برین اینو سرچ کنید تو سایت محصول رو پیدا کنید. بعد اصلا آدما چون حوصله ندارن، از کپشن هم نمیشه کپی کرد، باید حفظ کنی بری اون ور بزنی. این مشکل رو مثلا داشتن، بعد کانورژنش افت میکرد، از اینستاگرام میخواستم بیان تو سایت اصلا ول میکردم میرفتم. اما مثلا اومدیم یه مکانیزمی طراحی کردیم که با یه کلیک روی مثلا یه لینکی بتونن همون محصول رو تو سایت باز بکن. خلاصه این که اینا گذشت و من فهمیدم که پس این کاریه که من دلم میخواد انجام بدم. خب اوکی، حالا اون قسمت‌های طراحی و پیاده سازیشو میسپاریم دیولپرها و دیزاینرها انجام بدن. لزومی نداره مثلا تیم یه نفره باشه. بعد از این تجربه بودن 1 سال و نیم 2 ساله، در کنار فعالیتایی که تو حوزه دیزاین تو آزمایشگاه دانشگاه مثلا لابراتوار HCI داشتیم، HCI یعنی Human Computer Interactions، یعنی ارتباطی که کاربر با مثلا سیستم، و در کنارش تجربیات مارکتینگی که خودم قبلش تو حوزه تولید محتوا و شبکه اجتماعی داشتم، اینا کنار هم که قرار گرفت. بعد از این پروژه لوازم خونگی تونستم وارد تیم رشد شرکتی که توش کار می‌کردم بشم. تیم گروس بود در واقع، که اونجا ما هنوز در واقع من نمیدونستم دارم چی کار میکنم، فقط میدونستم دارم یه SDR فرانسوی هم دارم این کارهای انجام میدم، نمیدونستم اسمش مدیریت محصوله. کاری که میکردیم این بود، یه سری تست ها رو دیزاین میکردیم، ایده های کسب و کار رو آزمایش میکردیم، اگر جواب میداد میبردیمش توی محصول اصلی پیاده سازی میکردیم، اگر جواب نمیداد که خب با دیتا میفهمیدیم این ایده فیل شده و کلا میذاشتیمش کنار. خب اونجا مثلا من مدیر رشد شده بودم بعد از یه مدتی، خب خیلی خوب میتونستم این کارو با تیم پیش ببرم. عملا هم با نیاز کاربرا طرف بودم دیگه، یعنی هم با تیم فنی در ارتباط بودم، هم با مثلا دیزاین، هم مارکتینگ، دیتا رو ترک میکردم، همین کاری که در موردش صحبت کردیم. بعد از این مدتی برای اینکه ذهنم منظم مرتب بشه گفتم آقا بذار ببینم من دارم چیکار میکنم، واقعا من نمیفهمم کیم. خب یعنی دچار هویتمو گم کردم. شروع کردم به گذروندن دوره‌های، یه سری دوره‌های آموزشی. یادم اون موقع رفتم به مدیر محصول اونجا گفتم که آقا یه دوره‌ای هست مثلا بوژان برگزار میکنه، من برم اینو شرکت کنم یه ذره مثلا یاد بگیرم و اینا. گفت نه بابا آدم تو کار یاد میگیره، دوره چیه و اینا. گفتم چشم. بعد رفتم ثبت نام کردم و حقیقتا کمکم کرد که یکم ذهنم منظم شد. تازه فهمیدم من کیم، چی کارا میکنم، هر کاری که میکنم اسمش چیه، تو چه حوزه‌ای قرار میگیره. بعد کم کم دیگه افتادم رو ریل، یعنی حدودای سال 401 بود که دیگه رسما مثلا اپلای کردم برای پوزیشن مدیر محصول مکتب خونه. دیگه اونجا خیلی حرفه‌ای‌تر شد و دیگه واقعا در مقام یک مدیر محصول و پوزیشن رسمی کارمو تا الان ادامه دادم و در خدمت شما هستم. داستان امیدوارم که موفق تر بشید. جالبه، منم به رئیسم دوره بوژون فرستاده بودم که آقا من اینو میخوام، وام بدید من میدم پولشو، فقط بود نه نیاز نیست پول همینجوری از ادکس و اینا مثلا یاد میگیری، ولش کن بابا، یعنی چی مثلا تو انقدر تومن بدی بابتش، که آردی ندادم و من نتونستم شرکت کنم. مسیر زندگیم رفت سمت مثلا مقاله نوشتم برای پایان نامه، الان دیگه دریل اون برام ان شاء الله بعدش ببینم چی میشه. نه دوره واقعا ارزشمندی به من که خیلی کمک کرد. آره منم توفیق داشتم بعدش جوین شدم، یه قسمتایی رو هم تدریس کردم. خب امیدوارم در خدمت باشی. خب حالا بزرگترین چالش و دستاوردهایی که به عنوان مدیر محصول داشتید توی بگیم این 2 سال اخیر حداقل چیا بودن؟ خیلی سوالای سختی میپرسیم مسئولشان. سوال باید سخت باشه دیگه. بزرگترین چالش من میدونی به نظرم این بوده که
من با قبول میکردم من آدم جنرالیستیم، یعنی اینکه تصمیم من اینه که از خیلی چیزا بدونم اما هیچ کدومو تا انتها به عنوان یه متخصص دنبال نکنم. یعنی خیلی وقتا به این فکر کردم که من یه آدم همه کاره و هیچ کارم، یا مثلا به خودم گفتم انگار تو بلد نیستی هیچ کاری رو عالی انجام بدی، تو همه کارا مثلا متوسطی. خب انگار داری خودتو مثلا با مدیریت محصول گول میزنی دیگه. میگه انگار مثلا من مدیر محصولم، برای اینکه بگی چون مثلا کاری و عالی بلد نیستی انجام بدی مثلا یه اسمی روی برچسبی برای خودت گذاشتی. اینجوری خیلی اذیت کننده است. یعنی میدونید این برای فردی مثل من که عادت داره مثلا خیلی استانداردهای سختگیرانه‌ای برای دستاوردها و موفقیت‌های خودش تعریف بکنه، خیلی دشوار بود پذیرشش. بعد البته خب الان خیلی آسان تر میگیرم و دیگه میدونم که این استعدادی که من دارم به عنوان این مدیر محصول برای کامل شدن موتور محرک هر کسب و کاری ضروریه و به عبارتی من با همون جنرالیست بودنمه که مزیت دارم نسبت به یک سری آدم‌های دیگه و آدم‌های دیگه رو میبینم که توی حوزه کارشون خیلی درسته، خیلی حرفه‌ای‌ان و دمشون گرم. اونا جای خودشون باید باشن وگرنه یه چیزی خرابه، ولی منم باید جای خودم باشم وگرنه یه چیزی خرابه. و من یه مهره سوخته نیستم، بلکه اتفاقا یه قطعه کلیدی ام که این تخصص‌ها رو به هم وصل میکنه و یه کارستون تازه شکل میگیره. این به نظرم بزرگترین چالشی بود که من بتونم اینو بپذیرمش درونیش سوهان رو هم نباشه، میدونی، هویتمو پیدا کنم. جنرالیست بودن و کمالگرا بودن بدترین ترکیب ممکن روی کره زمینه. خود منم دقیقا همینجوریم، کمالگرا وحشتناک، بعد نمیتونم متخصص شم مثلا در توان جنرالیست و ولی خوبم میتونم برم چند تا فیلد مختلف و واقعا درکت میکنم وقتی میگی چالش. قشنگ من میبینم چالش از عمق وجوده. آره واقعا. حالا برای یکی مثل من که تازه میخواد وارد این فیلد بشه چه نصیحتی چه پیشنهادی داری؟ چی کار کنم چی کار نکنم از هم مهمتر؟ من حالا بیشتر باید یاد بگیرم واقعیتش، ولی ببین به نظرم باید تهش اینه دیگه، شما باید مطمئن بشی که این شغله همونیه که به دردت میخوره دیگه، یعنی براش واقعا انگیزه داری. میگم با خوندن کتاب و سرتیفیکیت گرفتن و اینا اینو متوجه نمیشی، یعنی هر چیز سریعتر شروع کن به یک مواجهه واقعی با مدیریت محصول هر جایی که میشه. این سریعترین راهیه که به نظرم میشه تکلیفتو با این شغله مشخص کنی که آقا من این آدمه هستم یا نه. ولی وقتی شروع کردی یکم صبوری کن، چون ممکنه اولش سخت باشه. ولی مثلا 6 ماه صبوری کن، بعد تصمیم بگیر که آقا این آدمه مثلا میتونه یا نه، این شغله میتونه برای این آدم باشه یا نمیتونه. و یه چیزی که داره مدیریت محصول اینه که حداقل حالا دستاوردی که برای من داشته، حالا چالش رو گفتم دستاورده رو بگم، تغییریه که مدیریت محصول تو نوع نگاه من به دنیا ایجاد کرده. یعنی باعث شده من میدونی نگاه عمیق و تحلیلی داشته باشم حتی نسبت به زندگی شخصیم. کشف محصول رو من ترجمه میکنم به کشف زندگیم، اینو بهم یاد میده. باعث شده بتونم فضای مسئله رو تو زندگیم هم از فضای راه حل تفکیک بکنم. باعث شده بتونم تو تعاملات زندگیم هم توانمندتر باشم. مایندست رشدی که با هم صحبتشو کردیم رو در واقع توی زندگیم هم داشته باشم، سقف ذهنم رو بالاتر ببرم که همیشه نسبت به رشد مشتاق باشم. یا مثلا به من یاد داده نمیدونم موضوعات پیچیده رو ساده کنم، موضوعات ساده رو الکی پیچیده نکنم، نگاه MVP به خیلی از مثلا مسائل زندگیم داشته باشم که آقا یه کاری حالا بذار یه قدمش رو شروع بکنیم، فیدبکش رو بگیریم، الکی مثلا یه هزینه گزافی نکنم برای زندگیم، یه وقت خیلی زیادی برای یه چیزی تو پروژه شخصی زندگیم نذارم. اینا همش درس‌های زندگی بوده برای من از مدیریت محصول. به نظرم این بزرگترین دستاوردیه که یه نفر میتونه از کارش وام بگیره تو زندگی، چون اینا واقعا از هم جدا نیستن، ما میایم جداشون میکنیم. کار بخشی از کل زندگیه و تو باید بتونی در واقع در مجموع رشد بکنی و توسعه پیدا بکنی. و من فکر میکنم که یه چیزی که در واقع به من کمک کرده مدیریت محصول این بوده که تونستم
اون استرسی که خودم داشتم رو هم بیشتر یاد بگیرم چجوری مدیریت کنم. چون وقتی شما مدیر محصول میشین بیشتر میرین تو استرس، مجبور میشین بیشتر به خودتون مسلط بشین و آدمی که نتونه خودش رو مدیریت کنه نمیتونه کارش رو مدیریت کنه. میدونی این موقعیت هم به من کمک کرده که بتونم از همه جهات خودم رو توانمندتر بکنم. خب میخواستم ازت بپرسم اون سوال آخر که منابع مفید برای یادگیری چی هست که گفتی بزنیم تو دل کار. منم تازگی به این رسیدم، یعنی مثلا مایند رو کردم برای خودم، یک نوع محصول هر فصلش رو یه محصول کردم که یه خورده در ارتباط باشم. آره و به بقیه هم واقعا همین پیشنهاد باید بشه که باشید کار کنید. خیلی وقت دارم پیشنهاد میکنم ولش کن، اصلا تئوری موری رو تا حدی بخون بعد برو کار کن. تو کار خیلی چیزا آدم بیشتر یاد میگیره. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتی، زحمتی که کشیدی، هماهنگیایی که با هم کردیم. من خیلی مزاحمتون شدم، انصافا عذرخواهی میکنم پس من سوالاتم نه بابا حرفش موقعا بود من نمیتونستم، درگیر امتحانات بودم. من سوالاتم تموم شده. اگر حرف آخری تاکید مجددی بر موضوع چیزی حالا چیزی فکر کنید یادتون رفته بگید. بعدش هم سوشال های کاریتون رو بگید، جایی که مشکل ندارید با منتشر باشه، پابلیک در واقع، و که بعدش هم ما از حضورتون مرخص بشیم. اول این مقدمه رو بگم که ما حالا درسته که خیلی تاکید کردم به فضای کار رو، اینکه مواجهه جدی و واقعی داشته باشید با فضای محصول، اما مطالعه رو هرگز نفی نمی کنم و یادگیری همیشه برقراره. حالا منابع خارجی و داخلی زیاد وجود داره، کتاب و اینا خیلی زیاد میشه گفت، ولی به نظرم اینا رو با سرچ و از همون هوش مصنوعی هم بپرسید بهتون میگم. تنها نکته که میخوام به عنوان یک هوش طبیعی بهش اشاره کنم اینه که به عنوان جمع‌بندی به نظرم میرسه ارزشش رو داشته باشه. درست مدیریت محصول شغل جذابیه، اما باید مراقب باشید زندگی رو ازتون نگیره. جایی که به عنوان مدیر محصول یهو میرسید به نقطه‌ای که خیلی نقش حیاتی و موثری رو ایفا میکنید و اگر آدم مسئولیت پذیری باشید دیگه همیشه این خطر رو در کمین خودتون احساس میکنید که 24 ساعته شما درگیر مدیریت محصول باشید. یعنی یادتون نره که شغل شما فقط یکی از ظرفای زندگیتونه. حواستون به بقیه ظرفای زندگیتون هم باشه، مراقب خودتون باشین، مراقب خانواده و دوستان و ارتباطاتتون باشین، با حیونا مهربان باشین، علل خصوص گربه ها، و قهوه‌تون رو بخورین. آره قهوه‌تون یخ نکنه، این تنها چیزیه که توصیه میکنم. ولی آیس کافی چیز دیگه است من گفتم بود. کسی هم من که خیلی خودم اهل قهوه نیستم، بیشتر چای میخورم. خب حل سوشال کاری. سوشال های کاری واقعیت من الان بیشتر اون مطالبی که منتشر میکنم رو روی چنل گرولی منتشر میکنم و اونجا حالا دیگه اکانت پشتیبانی و نام هست و تو تلگرام هم فعالم، لینکدین هم همینطور. حالا نمیدونم آیدیاشون رو فکر کنم بعد مثلا توی شونوت بذاریم که اگه کسی خواست ارتباط بگیره، ولی این دو جا به نظرم میتونیم با هم مرتبط بشیم و خوشحال میشم که باتون بیشترم در تماس بشیم. حل خیلی عالی، دمتون گرم انصافا. من خیلی حال کردم، استرس داشتم قبل شروع و واقعا کیف داد، صحبت لذت بخشی بود. من حالا باهاتون در ارتباط هستم، یه سری چیزا بعد ازتون بگیرم، حالا بعداً بیشتر صحبت می‌کنیم. فعلا خیلی لطف کردین، خوشحال بودم در خدمتتون. بازم فرصت داشته باشیم. ارادتمند. خدا نگهدار. خدا نگهدار.